مگه میشه یه مخترع بیشعور باشه؟ آره، چرا که نه. توماس میجلی جونیور دقیقاً همینطوری بوده و حتی بدتر. حالا چرا میگم آدم بیشعور بوده؟ بذارین از اول داستانش شروع کنم. این آقا در سال 1889 به دنیا اومد. مهندسی مکانیک گرفت و به جای استخدام شد و تا اینجای زندگیش عادی بود. بعد ایشون میاد در شرکت تحقیقاتی جنرال موتورز استخدام میشه. اون زمان موتورهای احتراقی مشکل ناکینگ داشتن یا همون ضربه زدن که به خاطر احتراق ناقص بوده و جنرال موتورز داشته روی این کار میکرده. برای همین به میجلی میگن که آقا بیا این مشکل برای ما حل کن، یه کاری بکن که این مشکل کمتر بشه. و میجلی میاد میگرده ببینه که خب چه ماده‌ای من اضافه کنم به بنزین که این مشکل رو حل کنه. اینجای قضیه جالب میشه. آقا میاد سرب رو پیدا میکنه به عنوان یک ماده‌ای که به بنزین اضافه کنن که ناکینگ رو کم کنه، در صورتی که همون موقع میدونستن که سرب سمیه. و خب اینجا یه سری بحثایی به وجود میاد، میگن که آقا مشکل داره، هی رفت و برگشت اینا و تاش جنرال موتورز پول قدرت، در نهایت جنرال موتورز میبره و این نوع بنزین فراگیر میشه و همه جا استفاده میشه. بنزین با سرب هم که خب میدونیم وقتی سوخته میشه و این سرب میره توی هوا کلی مشکل به وجود میاره، بعضی سرطان ها هست و هزار تا مشکل دیگه. و خب این آقا همینجا متوقف نشد، رفت سراغ اختراعات بعدی. این دفعه اومدن سراغش با یه مشکل جدید. گفتن گاز می‌خوایم برای یخچال که بو نداشته باشه، سمی نباشه و نسوزه. و حدس بزنید چی شد؟ این آقا با CFC این دفعه اومد جلو و گفت که این اختراع من دارم، CFC گاز بدون بو، سمی نیست، آتیش نمیگیره، برین حالشو ببرین. ولی خب نمیدونستن که این اگه بره تو لایه اوزون میافته توی چرخه پایان ناپذیر و لایه اوزون رو نابود میکنه. و این اتفاق افتاد و این ماده رفت توی لایه اوزون، شروع کرد به تخریب لایه اوزون و 10 سال بعد ما متوجه این قضیه شدیم. و خب این آقا به خاطر همین اختراعاتش و یه سری کارهای دیگه چندین مدال از انجمن شیمی آمریکا گرفت. واو. حالا بریم سراغ قسمت جذاب قضیه. این آقا در سال 1940 دچار فلجی میشه. چرا؟ به خاطر مواد شیمیایی که باش سر کار داشته که سمی هم نبودن مثل سرب. و حالا راه حلش برای اینکه حالا زندگیشو راحت تر بکنه چی بوده؟ یه دستگاه میاد درست میکنه برای خودش که خودشو از رو تخت بلند کنه و بذاره حالا جایی که میخواد. و در سال 1944 4 سال بعد از فلجیش این آقا توسط همین دستگاه توی تخت خودش خفه میشه. هرچند که اختراعاتش تا 10 سال بعد استفاده میشده و هنوز داریم اثراتش رو میبینیم. و این نتیجه رو میگیریم که هر دفعه یکی اومد یک اختراع جدیدی آورد و خیلی جذاب بود، جوگیر نشیم. بذاریم زمان قضاوتش بکنه.